داشتم میگفتم حالا از اول شروع کنیم که دیگه ویدیو کامل بیفته. من مهدی دهنوی، دانشجوی سال 5 پزشکی و خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتونم. می‌خواستیم ما یه پروژه رو استارت زده بودیم که قرار بود که یه سری مهارت‌های نرم رو بیایم و بچه‌هایی که همکارمون هستن در کمیته دانشجویی یا عضو شورای مرکزی هن یا با یکی از کارگروه‌هامون همکاری دارن در اختیار اونها قرار بدیم و خب این در راستای توانمندسازی اونهاست. اولین جلسه ای که مد نظرمون بود اکتیویتی منیجمنت بود که در واقع امشب من تدریس خواهم کرد و برای جلسات بعدی هم مد نظر این بود که حالا یا با فاصله 2 هفته یا 3 هفته یک بار یک موضوع مهمی رو بیایم با هم دیگه بررسی کنیم. خب اول از همه یه درخواست داشتم، این که تو ارائه من هر جا تامزاپ دیدین شما یه تامزاپ اینجا بفرستین، از این علامت لایک اینجا بفرستین. و اینکه میخواستم که خودتون رو هم معرفی کنید اگه موافقید، خیلی خیلی کوتاه در حد اینکه نام خانوادگی و رشته‌تون رو بگید. اگر که کسی داوطلبه میتونه شروع کنه، بعد از اونم انشالله من دیگه یواش یواش تا شما خودتون رو معرفی کنید من فایلمو در واقع اسکرین شیر میکنم و شروع میکنم به ارائه فایلم. بفرمایید. آره بفرمایید دیگه. سلام، وقتتون بخیر باشه. رضا مقدم هستم، رشته علوم آزمایشگاهی. سلام، وقتتون بخیر. سید محمد ولایتی هستم، رشته پرستاری. سلام، شبتون بخیر. وقت همگی بخیر. بفرمایید شما بگید. ببخشید. سلام، شبتون بخیر باشه. نازنین حاتمینی هستم، ترم 6 رشته پزشکی. سلام، وقت همگی بخیر. احمد رضا عزیزی هستم، ترم دوم رشته علوم آزمایشگاهی. سلام علیکم، عرض ادب. روزبهانی هستم، عارف روزبهانی، رشته هوشیاری. کس دیگه هم باقی سلام، وقتتون بخیر. زهرا لاکیان هستم، رشته پزشکی. با سلام و وقت بخیر خدمت همه حاضرین. من علی بهرامی پور هستم، رشته پزشکی، ورودی مهر 1401. خب اینم از این. تامزاپ اول رو فقط خانم خانم فاطمی عزیز. خب بچه‌ها، همونطور که گفتم جلسه اولمون در خصوص اکتیویتی منیجمنته. من میخوام یک ارائه خیلی کوتاهی داشته باشم برای اینکه در واقع ذهنتون رو آشنا کنم و نسبت به این موضوع ذهنتون رو روشن کنم و با یه سری در واقع چیزایی که هست، چی بهش میگن، کلید واژه‌هایی که داریم توی بحث مدیریت برنامه آشناتون کنم که اگر فردا روز بهشون برخوردید قبلا شنیده باشیدشون و حالا سعی می‌کنم این سری نکات رو هم همین بین بگم. من دوست دارم که کارگاه تعاملی باشه و هر جا که سوالی به ذهنتون رسید میتونید در واقع چیز کنید، ریز هند کنید و بپرسید و با همدیگه قرار در این چیز بحث کنیم و همونطوری هم که گفتم خب خیلی خیلی کلی قراره که تدریس کنم امشب و حالا مواردی که هست رو بگم خدمتتون. قبل از همه چیز حالا من اینو نیارم، کسی میدونه اکتیویتی اصلا یعنی چی؟ تعریف فعالیت چیه؟ کار چیه؟ اکتیویتی یعنی چی اصلا؟ تا الان خیلی قطعا به گوشتون خورده اکتیویتی، ولی کسی تعریف دقیقش رو میدونه یا نه؟ منتظر داوطلبی. هر چیزی که به ذهنتون میرسه بگید، خیلی اینجا بفرمایید. اکتیویتی به در واقع فعالیتی گفته میشه که در جهت پیشبرد یک موضوعی به سمت هدف نهایی هست دیگه. کسی تعریف دیگه ای داره بچه‌ها؟
کاری که برای رسیدن به هدف انجام میشه. خب بچه بریم تعریف اکتیویتی رو ببینیم. اکتیویتی اصطلاحاً به این مورد گفته میشه، به مجموعه از اقدامات گفته میشه که در واقع اقدامات، وظایف، مداخلات یا رویدادهایی که برنامه‌ریزی شدن به چه جهت؟ به جهت رسیدن به یک هدف یا اهداف خاصی و خب برای رسیدن به اونها هم میان طراحی و اجرا میشن. حالا تو همین در واقع اسلاید ما چند تا تعریف دیگه هم داریم که من دوست داشتم همین اول در واقع تعریفشون کنم. یکی گله، یکی ابجکتیو و یکی هم ویژن. حالا ویژن رو اینجا نداریم ولی من گفتم همین اول در واقع با این ترمینولوژی این دو سه تا واژه آشنا بشیم که اصلا معناشون چیه. خب اینا رو چی؟ اینا رو کسی میتونه بگه؟ اینا رو هم قطعا خیلی به گوشتون خورده. ریز هند نداشتیم تا اینجا. من چت باکس رو فقط نمیبینم، اگه ممکنه میخواید بگید ریز هند بزنید. خب همچنان کسی رو نداریم. من فکر میکنم جلوتر باید بریم به بعد. خب اشکان میخواد بگه. اشکان بگو. سلام، وقت همه بخیر. من وقت نشد تا معرفی کنم، یعنی ادامه صحبت ها پیش رفت. اشکان رافی هستم، دانشجوی پزشکی. راجع به گل یا ابجکتیو، همونطور که شما توی تعریف اکتیوی گفتین هر گونه فعالیتی که منظور پیش برد یک هدف باشه، گل یا ابجکتمون همون هدفه. گل یعنی اون هدفی که می‌خوایم، یه ابجکت چیزی که می‌خوایم به دستش بریم در نهایت توسط اون فعالیتی که داریم انجام میدیم. جابجا گفتیشون. ببین ما این سه تا تعریف رو بخوایم بگیم، یکی گل، یکی ابجکتیو، یکی ویژن. ویژن از همه‌شون کلی‌تره. ویژن یعنی چشم انداز، یعنی اون چیزی که ما از اول تعریف کردیم. ببین چشم انداز کلا ما میگیم برای نرسیدنه. خب یعنی یه چیزی تو مایه‌های الگوئه، یه الگوی خیلی خوب که ما دوست داریم بهش برسیم و حالا با اوقات بهش دست پیدا نمی‌کنیم و به درجاتی از اون دست پیدا می‌کنیم. پس این شد ویژن. یه تعریف دیگه داریم، حالا علی ریس هند کرده من دیگه گفتمشون. یه تعریف دیگه که داریم ابجکتیوه. ابجکتیو یه خورده‌ای چیزتره، یه خورده‌ای به قولی کوتاه مدت‌تره، یعنی در مسیر رسیدن به گل و ابجکتیوهای متعدد دست پیدا کنیم. این مرحله است. گل یه خورده کلی‌تره. این از این. حالا بریم سراغ اسلاید بعدیمون. باشه، یه چیزی که ما توی در واقع ران کردن یک اکتیویتی، یک فعالیت داریم، اکتیویتی در واقع سیرکله، این دایره اکتیویتی 3 تا استپ داره. هر 3 تاشون خیلی مهمن، یعنی نمیشه از هیچ کدومشون در چشم پوشی کرد. معمولا اتفاقی که میفته اینه که حالا تو کشور خودمون معمولا ما پلنینگ رو داریم، یعنی کار رو جلو میبریم دیگه، نه مانیتور میکنیم نه اوالویشنش انجام میدیم. خب ولی هر 3 مرحله خیلی مهمن. اکتیویتی پلنینگ خب اصطلاحاً میشه در واقع اون برنامه‌ریزی ها و اون مجموعه اقداماتی که ما میایم انجام میدیم، در واقع گل رو مشخص میکنیم، ابجکتیو رو مشخص میکنیم، آوتکام رو مشخص میکنیم و اون نشانگرها یا ایندیکیتورها رو برای ادامه مسیرمون مشخص میکنیم. مانیتورینگ اصطلاحاً به زمانی گفته میشه که اون فعالیت ران شده، فعالیت داره جلو میره و خب ما میایم و یک به قولی چطور بگم، اون شاخص ها و نتایج رو پیگیریشون میکنیم. اوکی. و اگه نیاز باشه میایم اهدافمون رو بازنگری میکنیم، یه سری اهداف جدید مشخص میکنیم برای خودمون، متدمون رو یه خورده متفاوت میکنیم. برای چی؟ برای اینکه برسیم به اون هدف نهایی که مشخص کردیم. یه مرحله دیگه داریم که evaluation بهش میگن یا ارزیابی میگن. ارزیابی در واقع چیزای رتروسپکتیو، گذشته نگره، یعنی فعالیت انجام شده، حالا میخوایم بریم ارزیابیش کنیم، ببینیم ما نقاط قوتمون چی بود، نقاط ضعفمون چی بود و این موارد رو با هم دیگه بریم و بررسی کنیم. اگه کسی ریس هند کنه، علی فکر کنم ریس هند کنه. علی بگو اگه نکته‌ای هست. بله. فکر کنم برای ترجمه این دوتا اصطلاح، برای مانیتورینگ اصطلاح پایش رو به کار میبرن، یعنی بررسی کردن فعالیت و در طی فعالیت،
و برای اِوالویتینگ همون ارزیابی که شما گفتی رو به کار می‌برن، یعنی گذشته نگر، یعنی بعد از اینکه کار انجام شد حالا ببینیم به اون چیزایی که می‌خواستیم رسیدیم یا نه. دقیقاً همینطوره و همونطور که گفتم خب غالبا چیزی که ما داریم میبینیم و چیزی که اتفاق میفته تو کشور ما اینه که صرفا همین مرحله پلنینگش داره اتفاق میفته و خب دیگه اِوالویشن و مانیتورینگ و اینا رو کسی خیلی بهشون اهمیت نمیده. بریم جلوتر. مورد بعدی که میخواستم براتون تعریف کنم تفاوت این دوتا واژه بود، یعنی اینکه پروژه چیه و پروگرام چیه. حالا دیگه عملا تعریفش مشخص شد، حالا کسی بگه اگه میتونه اینا رو تعریف کنه. اگه که کسی دوست داره یه چند ثانیه منتظر میمونیم ریز هند کنه و تفاوت این دوتا رو اگر تا الان شنیده بگه. یا اگه نظری داری. عارف جان بگو. خب پروگرام یه معنی لغویش میشه برنامه. یک سری در واقع اهداف ما باید با این برنامهش دست پیدا کنیم که لازمش پروژه کردن، یعنی پروژه‌هایی که ما انجام میدیم سبب میشه که این پروگرام در واقع اجرا بشه و پیاده بشه. یعنی در واقع پروژه جزئی از پروگرام محسوب میشه. درسته، خیلی عالی. خب بچه تفاوت دیگه اگه کسی میدونه بگه. چند تا تفاوت دیگه هم دارن، چند تا تفاوت کلی. بگو. همونطور که آقای روزانی هم گفتم پروژه معمولا یا پروژه یک کار واحد هستش که توی بازه زمانی کوتاه تموم میشه. اون تا پروگرام معمولا ادامه دار هستش و مجموعی از چند تا پروژه میشه. یعنی یکی از ویژگی‌هاشون هم این هستش که یکیشون واحده، یکیشون مجموعه‌ای از پروژه. خب بریم تعاریفشون رو ببینیم. ببین بچه پروژه اصطلاحاً یک چطوری بگم یک تلاش موقتیه، یعنی توی یک بازه زمانی مشخص لیمیتیشن داره برای تایمش و یک هدف مشخص یا حالا اهداف که نه، یک هدف مشخص داره و برای رسیدن به اون داره تلاش میکنه به دنبال کسب یک خروجی مشخصه و این در واقع یک پایان و یک شروع تعریف شده داره. اما پروگرام یک اصطلاح عمومی‌تر، یک اصطلاح جامع‌تر و کلی‌تره و به قول شامل مجموعه ای از در واقع فعالیت ها میشه، شامل مجموعه ای از پروژه ها میتونه باشه و همونطور که گفته شد از نظر دامنه خیلی جامعه تره و چندین هدف رو میتونه به طور همزمان در بر بگیره و اینکه مستمر، مداومه، معمولا تاریخ پایان خاصی براش در نظر گرفته نشده. مثلا ما ویژن خودمون رو بخوایم بگیم که کمیته دانشجویی اینه که آقا ما میخوایم اصطلاحاً بیایم و بحث آموزش پزشکی رو تا جایی که میتونیم در جهت ارتقای کمی و کیفیش تلاش کنیم. این یک پروگرامه. حالا هر کدوم از کارگروه‌های ما میاد یه سری پروژه‌ها تعریف می‌کنه. این پروژه‌ها در راستای دستیابی به اون پروگرامیه که مشخص شده، اون ویژن اون پروگرام هستیمون اینه. این هم شد از تعریف این دوتا واژه. پس اینا هم مد نظرتون داشته باشید که پروژه اون کوچولو است، پروگرام کلی‌تر است و تفاوتاشون رو بدونید. یکی شد بحث زمانش، یکی شد بحث در واقع هدفش و اهدافش و حالا موارد دیگه‌ای که بود. بعدی پروژکت سایکله. خب این 5 تا استپ داره، باز همون شبیه در واقع اولی چی بود؟ اکتیویتی سایکل که گفتم اون 3 تا استپ داشت، این 5 تا استپ داره. این هم همه استپاش خیلی مهمه. استپ اول برای اینکه یه پروژه رو بیایم ران کنیم اینه که اون ویژن، گول و ابجکتیومون همونطوری که تعریفشون کردیم رو بیایم و در واقع چیزشون کنیم، بیایم و عرضم به حضورتون که تعریفشون کنیم، تنظیمشون کنیم. بعد جلوتر که بیایم استپ دوممون میشه این که ریزالت مپمون رو بیایم تعریف کنیم و بر اساس اون بریم جلو. اون RBM میشه ریزالت بیسد فکر میکنم مانیتورینگ. آره، ریزالت بیسد مانیتورینگمون رو بیایم تعریف کنیم. استپ سوم اینه که برنامه‌ریزی کنیم و مانیتور کنیم و اِوالوییت کنیم. استپ چهارممون اینه که در واقع بیایم
واژه رو من یادم رفته بچه. ایمپلیمنت معناش میشد چی؟ بذاریم من اینو سرچ کنم. فکر کنم اجرا میشد. آره، استپ چهارمون که مرحله اجراست و در واقع مل هم که اونجا گفتیم MEL میشه همون مانیتورینگ، اوالویشن و لرنینگ و در نهایت منیجشون کنیم و اوتکاماشون رو بیایم بر اساس اون اندازه بگیریم. این استپ پنجم. جلوتر که بریم یک اصطلاحاً گلدن سیرکل داریم. توی گلدن سیرکل ما 3 تا سوال از خودمون می‌پرسیم در خصوص اون پروژه، در خصوص اون پروژه‌ای که اومدیم تعریف کردیم. این که وای، اصلا چرا هدفمون چیه از اجرای این برنامه‌ای که می‌خوایم اجرا کنیم، دنبال چی هستیم و چی رو می‌خوایم به دست بیاریم. مورد بعدی اینه که how، چطور می‌خوایم به اون چیزی که مد نظر داریم دست پیدا کنیم و مورد آخر همین که what، چه چیزی رو می‌خوایم به دست بیاریم و نتیجه این قضیه چیه. پس این 3 تا سوال در خصوص هر پروژه‌ای باید از خودمون بپرسیم و اگر که جواب درستی براش پیدا نکردیم عملاً اون پروژه رو نمیتونیم ران کنیم و یکی از پیش نیازهای این که اون پروژه ران بشه اینه. میریم جلوتر. گپ آنالایزیز. حالا اگه تا اینجا کسی سوالی داره ریز هند کنه، اگه نه که من ادامه رو بگم. سوال یا نکته این کسی داره من میشنوم، یا اگه نکته رو میخواد شیر کنه با بقیه. خب موردی بود یا نبود؟ یه صدایی اومد که ریز هند کردی لحظه. خب بگو احمد رضا. آقای دکتر، من یه خورده اگه روی اسلاید قبلی سوال داشتم اینه که میشه بیشتر روی تفاوت کلمه وای و وات توضیح بدید؟ شما اول گفتید که وای یعنی که چرا میخوایم این کار رو انجام بدیم. خب چرا مثلا میخوایم بریم سراغ این پروژه؟ خب وات میخوایم چه چیزی به دست بیاریم. اینا به نوعی شبیه هم دیگه نیستن؟ یعنی که مثلا من دارم خیلی شبیه هم. وای میشه اون هدفی که میخوای به دستش دستش بیاری. نباید با هم متفاوت باشه. آره، وای میشه اون هدفی که میخوای به دستش بیاری و وات میشه اون نتیجه‌ای که در نهایت اون ریزالتی که نهایتا از پروژه خواهی داشت. وات کلی‌تره در واقع. وات کلی‌تره. آره. خب خیلی ممنون. خواهش میکنم. بریم ادامه بچه‌ها. من فقط صدا میشنوم که یکی ریز هند میکنه و بعدی باید بیام بیرون. خودتون صحبت کنید. ریز هند که کردید اوکی صحبت کنید. خب من بودم. یه نظر در مورد همین وای و وات تفاوتشون به نظرم میرسه. میتونیم بگیم اون جواب وات میشه یه سری نتایج عینی و عملی که اگر ما به اونا رسیدیم میتونیم بگیم به اون وایه رسیدیم. من اینجوری به نظر میتونم بگیرم. میشه گفت این درسته؟ یه بار دیگه میتونیم بگی؟ ببین در واقع وای یه هدفیه که حالا شاید برای جواب وای هدفی مد نظرمونه یا جوابی مد نظرمونه که خیلی معیار ارزیابی و اینکه بدونیم معیار قابل اندازه‌گیری براش نداریم. اما وات در واقع یک سری جوابی داره که اونها معیار اندازه‌گیری دارن و میتونیم بگیم اگر به جواب وات رسیدیم در واقع تونستیم به اون هدفی که جواب وای بوده برسیم. آره اینم پاسخ منطقیه به نظرم. خب بچه‌ها بریم جلوتر. یه مفهومی داریم به نام در واقع ارزیابی آنالیز در واقع اون گپی که اتفاق میفته، اون شکافی که اتفاق میفته. دقیقاً همین چیزی که الان علی گفت. ببین ما یه کارنت استیت داریم، یعنی اون جایی که الان ایستادیم، و یه دیزایرد استیت داریم، یه جایی که می‌خواستیم باشیم و بین اینا اگر که فاصله بیفته میشه اون گپی که در واقع دربارش صحبت کردیم و خب باید یه سری اقدامات انجام بدیم که این گپ از بین بره. این اقدامات رو باید با اکشن پلن انجام بدیم. پس تعریف گپ شد اون فاصله‌ای که بین چیزی که هستیم و بین چیزی که می‌خواستیم باشیم و می‌خوایم باشیم. خب و باید براش اکشن پلن داشته باشیم. پس اهمیت داشتن اکشن پلن برای انجام یک پروژه اینه که این گپ رو بیایم جبران کنیم و سعی کنیم که در واقع به صفر برسونیمش.
میریم جلوتر. یه خیلی کوچولو خیلی کوتاه درباره فرآیند برین استورم بگیم. کسی میتونه یه تعریف از برین استورم بگه؟ حالا این مواردی که نباید انجام بدیم و باید انجام بدیم رو من اینجا گفتم، ولی کسی میتونه یه تعریف از برین استورم بهم بگه؟ بگو. آره. همون به نظرم بخوایم به فارسی برش گردونیم بارش فکری شاید معنا بشه. ایده های معناش که مختلفی میشه که در بارش فکری. مورد در واقع بله هول و هوش موضوعی یه سری ایده ما مطرح میکنیم. ممکنه یه سری یا خیلی ایده های در واقع یه سری از اون فکرامون ایده هامون خیلی مناسب موقعیت نباشن، ولی به خاطر حالا موارد دیگه میتونیم یه راهبرد خوبی رو باشون پیش ببریم واسه یه پلن و یه نقشه. خب بچه کسی دیگه تعریفی داره برای برین استورم؟ خواهم بفهم. یه موردی که هستش اینه که معمولا چیزی که به عنوان برین استورم بهش اشاره میشه اینه که یک موضوع یا یک واژه روی کاغذ یا حالا به هر صورت میذارید وسط و هر چیزی که به اون مربوط میشه به ذهنتون میرسه رو به صورت شاخه شاخه دورش میکشید. یعنی در واقع هر چیزی که در رابطه با اون موضوع به ذهنتون میرسه رو یه جا میارید روی برگه. خب مورد دیگه اگه هست؟ خب بچه‌ها برین استورم حالا بچه‌ها توضیح دادن. کلا میشه این که یه فرآیند بارش فکری، یعنی یه موضوعی رو میذاریم وسط و در واقع سعی میکنیم با چند تا فکر بیان روی این قضیه فکر کنن، چند نفر بیان روی این قضیه فکر کنن و ایده بدن. موردی که هست اینه که با دید انتقادی نباید به ایده ها نگاه کرد، یعنی اینکه سعی نکنیم که ایده ها رو همون اول حذف کنیم، بیایم و تلاش کنیم که تعداد زیادی ایده داشته باشیم. اینجا اول که تو فرآیند برین استورم خیلی اهمیت نداره که این ایده مثلا قابل اجرا هست نیست، بعد واقع بینانه هست نیست. توی برین استورم فقط میخوایم ایده بدیم. بعد اینکه روی ایده های همدیگه بیاین نظر بدید، روی ایده های همدیگه بیاید کار کنید و سعی کنید بهبودشون بدید و در نهایت حالا اینجا از اصطلاح وایلد استفاده کرده، تقریبا میشه گفت ایده هایی که توی ساختار نمی گنجن، اون چارچوب نمی گنجن، اگزاجرن اصطلاحاً در برشون اومده و اگزاجره اتفاق افتاده، اونا رو بیاید چیز کنید، تشویقشون کنید. همون اول بهشون نگید نه بابا این ایده خیلی فلانه، خیلی غیر قابل انجام فلانه، اینا نه. ایده ها رو تشویق کنید و تا جایی که میتونید سعی کنید ایده بگیرید در خصوص اون پروژهتون. حالا این میشه گفت که همون قبل پروژه میشه عملاً توی مرحله پلنینگ. تامزاپ هم فکر کنم 4 نفر کلا دیدن. حالا پرابلم تری رو که گفتم، پرابلم تری عملاً کاری که برای شما انجام میده به شما این امکان رو میده که بیایید و دلایل اصلی مشکلاتتون کشف کنید و دیگه این که در واقع قادرتون میکنه که اهدافی رو بیایید ایجاد کنید که با اون علتهای واقعی مشکلات مقابله کنید. حالا برگاش و در واقع برنچاش میشه اون کانسیکوئنسی که دارید یا کانسیکوئنس هایی که دارید، تنش میشه اون مشکل اصلی که دارید و ریشش هم میشه علت اون مشکلات. جلوتر بریم. در خصوص پرابلم تری باید چند تا سوال بپرسید، یعنی با مشکلات که مواجه شدید چند تا سوال باید از خودتون بپرسید. این که اصلا what is the problem، مشکل چیه، چرا این مشکل وجود داره، اثراتش چیه، بعد اولویتاتون برای مثلا مقابله با اون مشکل چیه و این موارد. پس یعنی اگر با یه مشکلی مواجه شدید از این در واقع آنالیز پرابلم تری استفاده میکنید، برانچاشو میفهمید، ترانکشو میفهمید و روتش رو میفهمید که چه مواردی هستن. بریم جلوتر. در خصوص انتخاب اهداف ما یه چیزی داریم میگیم که اهداف اسمارت هستن یا نه. اینو قطعا خیلی به گوشتون خورده و خیلی شنیدیدش، ولی من خودم خیلی اوقات یادم میره، مثلا یکی دو تا از واژه‌هاشو یادم میره. اینو کسی میتونه دربارش صحبت کنه در حد 2 دقیقه بگی که چرا یه هدف باید اسمارت باشه و اصلا هدف اسمارت چیه؟ 1 دقیقه 2 دقیقه حد اکثر. و دلیلی که این همه روش تاکید میشه چیه؟
ریزن نداشتیم تا الان. این خیلی پرتکراره، قطعا شنیدیدش. حالا اونایی که شنیدنش یه تامزاپ بفرستن، یه ریاکت بفرستن. خب خانم سهرابی شنیده، خانم رحمانخواه، خانم فراهانی، بابی، حاتمی‌نیا، راکیان. بقیه نشنیدن، یعنی ولایتی شنیده. عارف هم شنیده. خب کسی صحبت نکرد دربارش، پس من خب عارف بگو. خیلی منم گسترده نمیدونم، یه سری تعاریف تو ذهنم هست، ولی خب به صورت کلی بخوام بگم باید هدف دارای لیمیت باشه و اینکه بتونیم اندازه گیریش کنیم توی یه تایم مشخصی هم به این هدف برسیم. این مواردی که مطمئنم ازشون. خب ببینید بچه‌ها، در مجموع هدفی که بگو بفرمایید. نه بگو عزیزم بگو. در مجموع به نظرم هدفی که اسمارته، در واقع بخوام یه اشاره هم به اسلایدهای قبلی داشته باشم، به اون برنچ‌های اون مشکل در واقع چجوری بگم، راه حل واسه اون برنچ‌ها نمیده، واسه شاید تنه و یا ریشه اون مشکل راه حل میده. خب من تعریف کنم اسمارتو. بچه‌ها این که ما میگیم هدف باید اسمارت باشه، این باید اون هدفی که مشخص می‌کنیم 5 تا ویژگی حداقل داشته باشه. یکی اینکه اسپسیفیک باشه. اسپسیفیک باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه مشخص باشه، روشن باشه، واضح باشه. یعنی بگیم که آقا ما می‌خوایم فلان کارو بکنیم، خیلی کلی نگفته باشیم که مثلا خیلی آرمانی نگفته باشیم. مثلا آرمان مشخص نمی‌کنیم، هدف می‌خوایم مشخص کنیم و برای رسیدن به هدف هم هدف باید مشخص باشه، یعنی معلوم باشه دقیقاً می‌خوایم چیکار کنیم. اون مورد دوم میجربله، یعنی قابل سنجش باشه. اصطلاحاً قابل سنجش یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میایم مشخص می‌کنیم، میگیم که آقای فلانی که دبیر کارگروه فلانه در اومده یه هدف مشخص کرده که بچه‌ها رو بیشتر درگیر کارگروه فلان کنه. خب این بیشتر درگیر کردن خب خیلی خیلی کلیه، یعنی قابل سنجش نیست. میتونه مثلا خودش یه نفره بشه 2 نفر بعد از یه سال بگه من موفق بودم، بشه 20 نفرم بگه من موفق بودم. باید یه اصطلاحاً چی بهش میگن، یه تریشولدی داشته باشه، یه آستانه مشخص کنه برای رسیدن به اون هدف. مثلا میگه که من میخوام بعد از 1 سال 10 نفر رو فعال کرده باشم تو کارگروهم و 10 نفر توانمند شده باشم. این بهش میگن میجربل بودن، یعنی اون قابل شمارش بودن. مورد بعدی اتینبله، یعنی اینکه قابل دسترس باشه، یه چیز باور نکردنی، یه چیز غیر قابل چی بهش میگن، غیر ممکن رو نگفته باشیم، به عنوان هدف انتخاب نکرده باشیم. مثلا ما نمیتونیم بگیم مثلا چی بگم، یه هدف خیلی یه هدف خیلی تخیلی نمیتونیم بگیم. مثلا ما نمیتونیم بگیم ما میخوایم سر یه سال تو کمیته دانشجوییمون یه فضاپیما بسازیم بریم فضا. این چه معنا میده؟ مثلا ما بریم مریخ، اصلا توی حوزه فعالیت ما نیست اولا، دوم اینکه اصلا این چیزی قابل انجام نیست. ریالیستیک بودن هم باز دوباره تقریبا همین معنا رو میده که باید واقع گرایانه باشه، یعنی غیر ممکن نباشه. بر اساس اون چیزهایی که داریم بریم تصمیم بگیریم و بر اساس اونها در واقع هدفمون رو مشخص کنیم، بر اساس داشته هامون. و در نهایت تایم باوند باشه، یعنی اینکه برایش زمان مشخص شده باشه. مثلا من میگم که میخوام این کارگاه سافت اسکیل رو برگزار کنم، مشخص باشه که میخوام 2 هفته یک بار اینا رو برگزار کنم. خب من اولین جلسه رو برگزار کردم، آیا دیگه تموم شد؟ نه. در صورتی ما میتونیم موفق باشیم که 2 هفته 3 هفته یک بار ما یک جلسه رو داشته باشیم و روی یک مسئله بیایم کار کنیم. پس این شد اسمارت بودن، اسپسیفیک باشه، میجربل باشه، اتینبل باشه، ریالیستیک باشه و تایم باوند باشه. پس اگر با اهداف اسمارت مواجه شدید در ادامه، معناش این هستش. میریم جلوتر، یه آنالیز داریم SWOT. اینم باز دوباره برای آنالیز اون سازمانتون، آنالیز اون هدفتونه که از 4 تا بخش تشکیل شده. اینو من دیگه خودم توضیح میدم. اسش که میشه strength، یعنی نقاط قوت، weakness میشه نقاط ضعف، opportunity میشه فرصت ها و threat که میشه تهدیداتی که اون سازمان یا حالا اون برنامه باش مواجهه. 2 تای اولی یعنی S و W
جنبه داخلی دارن، یعنی مثلا ما میگیم که تیممون خیلی قویه، خب این میشه نقطه قوت تیممون. یه جا دیگه میگیم که بچه‌مون وحشت‌ناس نیستن مثلا ها، این میشه نقطه ضعفمون، این یک مشکل داخلی. خب S و O خب هلپفولن یعنی مفیدن، W و T هم که مضرن برای اون سازمان، برای اون برنامه. opportunities و threats خب اینا جنبه های خارجی دارن، یعنی اینکه از خود اون سازمان نیستن. مثلا opportunity که ما برای کمیته دانشجویی داریم اینه که آقا وزارتخونه از فعالیت‌های ما میاد و حمایت میکنه. این میتونه یک فرصت باشه، مثلا یک برنامه‌ای که تعریف کرده وزارتخونه و ما میتونیم به اون بپیوندیم، این یک فرصت. تهدیدات هم خب مثلا چی بگم، مثلا یه چیزی که بیاد فعالیت دانشجویی رو تحت تاثیر قرار بده و باعث کاهش فعالیت ما بشه، مثلا اینم جنبه خارجی داره دوباره. پس این SWOT هم به گوشتون بخوره. S که شد نقاط قوت، W شد نقاط ضعف، opportunity میشه فرصت ها و threats هم میشه تهدیدات. بریم جلوتر. یه خورده کلی‌تر میشه این در واقع آنالیزی که داشتیم، میشه ماتریکس توز اصطلاحاً، و خب میاد اینا رو ترکیب میکنه با هم دیگه. ترکیبشون در چه جهته؟ در این جهت که در واقع اون تجزیه و تحلیل SWOT رو میاد در واقع فهرست میکنه، اون فکتایی که در برش داریم رو فهرست میکنه و اونا رو مثلا مثل تیکه های پازلی که از هم دیگه جدا افتاده باشن در کنار هم دیگه قرار میده و برنامه‌هایی رو برای حرکت به سمت جلو میاد و تدوین میکنه. پس این میشه ماتریکس توز که SO رو داریم، ST رو داریم، WO رو داریم و WT رو داریم. پس این ماتریکس توز هم به گوشتون بخوره لطفاً، بدونید که چیه، احیانا اگر که جلوتر باش مواجه شدید. حالا اینو ما انقدر معمولا کارمون نمی‌کنیم تخصصی بررسی کنیم، انقدر رو آنالیزشون کار کنیم، ولی اگر که کسی این رو هم بیاد برای اون هدفی که داره پیاده کنه، قطعاً یک برنامه خیلی خیلی بهتر و با کیفیت‌تر و کلاً توی یه اشل دیگه میتونه تعریف کنه. میریم جلوتر. اصطلاح بعدی که باش مواجه میشیم آنالیز استیک‌هولدر است. خب بعد خانم سهرابی و خانم باوی در واقع و خانم حاتمینی حواسشون به اون موضوعی که گفتم هست. بقیه خوابین؟ عارفم هست، خانم رحمان هست. خیلی خوب. بچه ما این آنالیز باید انجام بدیم رو استیک هولدرامون. اصلا کسی میدونه استیک هولدر یعنی چی؟ استیک هولدر یعنی چی آقا؟ اصلا واژه به چه معناست؟ کسی نمیدونه؟ اصطلاحاً میشه ذینفع. حالا من فارسیشو گفتم. حالا یکی میتونه اشاره کنه مثلا استیک هولدرایی که ما میتونیم توی کمیته دانشجویی داشته باشیم کیا هستن؟ ذینفعای فعالیت ما کیا هستن؟ بگو عزیزم. فکر کنم احمد رضا سوال. کمیته تحقیقات مثلا، کمیته دانشجویی، کمیته توسعه. تو کمیته تحقیقات مشکلی نداره. خب خانم رحمان خان گفت دانشجوها، درسته، مهمترین استیک‌هولدر ما دانشجوها. اساتید هم بله میتونن باشن. خب بیماران هم بله میتونن باشن. درسته. آره توی یه دیدگاه کلی‌تر بیماران هم میتونن، جامعه هم میتونن باشن. دیگه چی؟ کسی نظر دیگه ای نداره؟ خب من حالا کلی خیلی بخوام بگم، مثلا اون کسایی که ذینفع فعالیت‌های ما هستن، آره همه افرادی که به نحوی با علوم پزشکی در ارتباط هستن، این خیلی کلی میشه دیگه. و خب می‌خواستیم که واضح صحبت کنیم دیگه، در این می‌خورد خیلی کلیه. ببین بچه‌ها، ما استیک‌هولدر هستیمون میشن دانشجوها، یعنی ما داریم روی بحث آموزش پزشکی کار می‌کنیم و مهمترین
ذینفعی که ما داریم خود دانشجوها هستن. یه مورد دیگه اساتید هستن که ما مجبوریم باشون همکاری کنیم، باشون کار کنیم و حالا نه اینکه مجبور باشیم ولی اینکه هر دو تامون منافع مشترک تو این قضیه داریم. یه مورد دیگهش مثلا میتونه معاونت آموزشی باشه مثلا. یه مورد دیگهش میتونه وزارت بهداشت باشه. یه مورد دیگهش میتونه بیمارانی باشن که وقتی که ما دانشجو رو اومدیم خوب ترین کردیم و از اهمیت کارش آگاه شده، خب اون بیماری هم که در نهایت به یک پزشکی مراجعه میکنه که آموزش بهتری دیده، عملا خب اون هم به نوعی ذینفع کار ما میشه. این هم یه موردشه. و خب استیک هولدرهای متنوعی میتونیم تعریف کنیم، ولی من در کل میخواستم به نحوه اپروچ به استیک هولدرامون اشاره کنم. ما یه دسته از استیک هولدرامون بر اساس پاورشون، بر اساس قدرتشون میایم دسته‌بندیشون میکنیم، یه تعداد بر اساس اینترستشون. اونایی که قدرتشون زیاده ولی اینترستشون کمه، یعنی خیلی علاقه‌مند نیستن اصطلاحاً، رو ما صرفا میایم مانیتورشون میکنیم، یعنی مد نظرشون داریم. یه وقت دیگه هست اینترستش کمه ولی قدرتش زیاده. مثلا ما میتونیم با یه فردی مواجه باشیم تو کمیته دانشجویی که اینترستش کمه ولی ما مجبوریم برای کارامون بهش مراجعه کنیم. اینو باید چیکار کنیم؟ اینو باید ساتیسفایش کنیم، یعنی باید راضی نگهش داریم. حالا یه مورد دیگه هست طرف قدرتش کمه ولی اینترستش زیاده. این مثلا میتونه دانشجوهای عادی باشن که در سطح دانشگاه هستن. اینا رو ما باید آگاه نگهشون داریم، یعنی بگیم ما فلان کار رو داریم انجام میدیم، فلان کار رو انجام میدیم، با این هدف داریم فلان کار رو انجام میدیم، بیا به ما مراجعه کن از این موارد. یه مورد دیگه مثلا میتونه خود بچهای کمیته دانشجویی باشن یا مثلا یه مسئول علاقه‌مندی که به ما کمک میکنه. این هم اینترستش زیاده هم قدرتش زیاده. خب وزارت هم مثلا میتونه باشه. اینو باید نزدیک خودمون نگهش داریم، یعنی علاوه بر اینکه راضی نگهش میداریم سعی کنیم رابطه نزدیکی هم باهاش داشته باشیم که هم ما به اون در واقع نفع برسونیم و هم اون به ما و ساختار ما کمک کنه. از این مورد هم بگذریم، بریم سراغ بعدی. اگر که سوالی حالا تا اینجا هست من میشنوم. اگه فکر میکنید چیزی گنگ باقی مونده. خب چیزی نبود. بریم جلوتر. ریزالت مپینگ رو بگیم. در واقع RBM که قبلا گفتم شد ریزالت بیسد در واقع منیجمنت. ما 5 تا مرحله براش تعریف کردیم که اینا به دنبال هم دیگن. اولیش که میشه اینپوت، یعنی اون ورودی که ما به سیستممون داریم. ورودیمون چی میتونه باشه؟ ورودیمون میتونه زمان ما باشه، انرژی ما باشه، پول باشه، اصطلاحاً افراد باشن، استیک هولدرامون باشن. اینا وارد یک سیستم میشن، اینا ورودی اون سیستم. میاد یه فعالیت‌هایی روشون صورت میگیره، اکتیویتی اصطلاحاً روشون اتفاق میفته و دقیقاً فعالیت رو حالا بخوایم تعریف کنیم میشه اون کاری که ما اومدیم انجام دادیم. میتونه یه مداخله باشه، میتونه مثلا یه ورکشاپ برگزار کرده باشیم، میتونه مثلا یه سری منتور اومده باشیم تربیت کرده باشیم، یا نه مثلا این کاری که من الان دارم انجام میدم یه ترینینگ محسوب میشه. در واقع دارم شما رو ترین میکنم، به شما مثلا این قضیه رو آموزش میدم که توی برنامه‌های بعدی بیاین و اجراش کنین، یا حالا هر مورد دیگه‌ای که اون کاریه که انجام شده اصطلاحاً. میریم جلوتر. آوتپوت رو داریم که آوتپوت اصطلاحاً به در واقع اگه بخوام واژه تحت التلفظی اگه بخوام چیزش کنم، به قول ترجمهش کنم، فکر میکنم میشه خروجی، میشه اون نتیجه در واقع بلافاصله اون نتیجه‌ای که ما از کارمون میگیریم، از اون مداخله‌مون میگیریم، از مثلا اینکه چه تعداد افراد رو اومدیم ترین کردیم و اون دانشی که اون افراد کسب کردن. یه خورده اگه بخوایم بلند مدت‌تر نگاه کنیم، یعنی اون نتیجه کوتاه مدتش مثلا بعد چه میدونم یه ماه چه اتفاقی میفته. میتونه این باشه که مثلا شما یه متد اومدین آموزش دادید و خب یه نفر اومده یادش گرفته و بر اساس اون اومده جون یه بیمار رو نجات داده، یا مثلا یه نگرشی تغییر کرده، یا اقدامات بعدی که مثلا اون فرد یا افراد اومدن انجام دادن. این میشه در واقع نتیجه کوتاه مدت. یه آخریش هم که میشه ایمپکت، در واقع اون چیزی که ما دنبالشیم و خب اون
اون دستاورد بلند مدتیه که برای خودمون مشخص کردیم، اون هدف اصلیه که برای خودمون مشخص کردیم. اینا به دنبال هم دیگن، پس این اصطلاحات رو هم حتما یادتون باشه. میریم جلوتر برای آنالیز ریسک هامون و منیجمنت اونها. خب باید باز دوباره چند تا سوال از خودمون بپرسیم. این برنامه رو تقریبا اومدیم اجرا کردیم یا نه همون اول داریم می‌نویسیمش و می‌خوایم ریسکاشو بررسی کنیم. از خودمون پرسیم که ریسکامون چی ان، تأثیرشون چقدر، چیه در واقع، حالا میخواد های باشه، خیلی ریسک بزرگی باشه، مودریت باشه یا لو باشه، و اینکه احتمال وقوع اون چقدر، ریسک ها رو بیایم تشریح کنیم، چطوری میتونیم میتیگیتشون کنیم، چطوری میتونیم کاهششون بدیم. اینا مواردی هستن که باید از خودمون بپرسیم. حالا در نهایت تهدیداتی که ما باشون مواجهیم 4 دسته میشن و 4 تا رفتار مختلف میتونیم در قبال اونها داشته باشیم. اولیش که میشه avoid، یعنی در واقع پیشگیری کنیم ازشون و ریسکشون رو سعی کنیم به صفر برسونیم. یکی دیگه میتیگیت، که سعی کنیم که کاهش بدیم اون ریسک رو، احتمال اتفاق افتادنش یا تأثیرش رو بیایم کاهش بدیم. بعدیش میشه اکسپت. یه سری ریسک ها هستن که ما ناچاریم که بپذیریمشون و کارمون رو انجام بدیم و کار خاصی در قبالشون نمیتونیم انجام بدیم. و در نهایت مورد آخر هم که میشه ترانسفر، که حالا این خیلی توی کمیته دانشجویی فکر نمی‌کنم تعریف داشته باشه، حالا تا الان من باهاش مواجه نشدم. اینکه اون خطر رو در قبال حالا یه چیزی منتقل کنیم به یک فردی، به یک سازمان دیگه. مثلا اینکه شما ماشین می‌خری، این ریسکو داری که مثلا دزد ماشین تو بزنه، یا مثلا چه می‌دونم خونه داری، این ریسکو داری که زلزله بیاد. خب اینو نمی‌تونی کاریش کنی. اینو میای مثلا اون خونه تو، اون ماشین تو بیمه می‌کنی و در قبال حالا یه پولی که پرداخت میکنی اون ریسک رو میندازی گردن یک سازمان دیگه. این میشه اصطلاحاً ترانسفر که بیمه ها کار رو انجام میدن. میریم جلوتر. یه موردی که هست تایملاین منیجمنته، که خب خیلی مهمه بچه‌ها. این قضیه راه‌های مختلفی برای منیجمنت تایم وجود داره. یکیش میتونه گانت چارت باشه اصطلاحاً، که حالا مثلا ما یه پروژه‌ای که تعریف کرده بودیم با بچه‌های شوشتر، من گانت چارتشو نوشتم و مشخصه که ما توی این هفته باید چیکار کنیم، توی این هفته چیکار کنیم، 2 هفته بعد کجاییم، 4 هفته بعد داریم چیکار میکنیم. این خیلی مهمه. در واقع در راستای همون تایم باوند بودنه. یه خورده اون تایم باوند رو اومدیم گسترشش دادیم و مثلا گانت چارت برش میکشیم. حالا گانت چارت من اینجا نیاوردم متاسفانه، ولی خب یه تصویر یه شماتیک ازش هست. بریم جلوتر. پس این هم اهمیت تایملاین منیجمنتمون. بعدش مانیتورینگه. این عکس رو اگه کسی میتونه بگه من چرا این عکس رو گذاشتم اینجا. عارف بگو منظورم از این عکس چی بود؟ کلا ما همیشه خوب شروع میکنیم، بعد ادامهش متوسط، بعد در ادامه افتضاح. مثل جزوه نوشتنامونه تقریبا. اول جزوه خیلی خوب و مرتب، آخرای جزوه دیگه قابل خوندن نیستن. دقیقا. باشه کس دیگه تفسیر دیگه از این عکس داره؟ نبود. خب خانم همین بگو. همون چیزی که آقای روزبانی گفتن درسته و خب این مفهوم هم میرسونه که همیشه تموم کردن یک کار تنها اولویت ما نباید باشه. یک کار باید به درستی تمام شه. خب دیگه چی بچه‌ها؟ اینو من نمیدونم چطوری باید چیزشون از کار بندازم. خب آره، بچه‌ها اشاره کردن این مرحله مثلا میشه پلنینگ، اون مرحله اجرامون که معمولا همیشه خوب اجرا میشه، خیلی خوب بچه‌ها براش برنامه‌ریزی میکنن. بعدش میرسیم به مانیتور کردن که کلا بچه‌ها ول میکنن، یعنی کمتر بهش توجه میکنن، کمتر مانیتور میکنن و در نهایت به اِوالویشن که میرسیم نتیجه میشه این. مانیتورینگ خیلی مهمه، اِوالویشن خیلی مهمه و در واقع مانیتورینگ باید صرفاً در پایان دوره اتفاق نیفته، باید مداوم و سیستماتیک باشه در طول اجرای اون پلن، در طول اجرای اون پروژه و در نهایت اینکه اگر نیاز باشه
فعالیتمون رو بهبود بدیم از طریق اون، اگر که نیاز باشه استانداردامون رو در واقع حفظ کنیم، این که قطعا نیاز، و اینکه اگه نیاز باشه اهدافمون رو بیایم و تغییر بدیم. میریم جلوتر. در واقع حالا در خصوص مانیتورینگ اینجا صحبت شده که چه چیزهایی رو باید مانیتور کنیم و اگر که بهشون برخوردیم چه اقداماتی رو باید انجام بدیم. اولی که افیشنسیشه، در واقع اون واژه تحت لفظیشو اگه بخوام بگم فکر کنم میشه کارایی، اگه اشتباه نکنم. این که اون پروژه‌ای که اومدیم مشخص کنیم چقدر داره طبق برنامه پیش میره، چقدر اون طبق اون بودجه‌ای که براش مشخص کنیم جلو میره. مورد بعدی که باید مانیتور بشه اینه که چقدر مرتبطه، یعنی اینکه اون نتیجه‌هایی که اون آوتپوتی که داریم از پروژه میگیریم، اون دستاوردهایی که از پروژه داریم چقدر مرتبط با اهدافمونه. بعد اینکه ریسک ها و در واقع چالش هایی که باشون مواجه هستیم رو باید بیم و مانیتور کنیم و در نهایت اینکه حالا چیکار باید بکنیم. مورد اول اینه که بیایم یه سری تصمیماتی که نیاز هستش رو بگیریم، یه سری تصمیماتی که در مقتضی هست بر اساس مقتضیات زمان بگیریم. میتونه یک هدف رو بیایم تغییر بدیم، میتونیم بیایم متدمون رو تغییر بدیم یا هر اقدام دیگه‌ای که در نهایت باعث بشه که پروژه‌مون موفق باشه. و یه کار دیگه هم که باید بکنیم اینه که اون پروسه رو بیایم داکیومنت کنیم، یعنی اینکه مثلا اون چطوری بگم، اون راهی که طی کردیم، اون مشکلاتی که بهش برخوردیم رو بیایم داکیومنت کنیم. مثلا ما یه معضلی که باهاش مواجهیم تو تیم کشوری ایمسا، اگه بخوام بگم اینه که توی ادوار قبلی این مسائل داکیومنت نکردن و الان ما عملا نمیدونیم که پروژه‌های قبلی که ران شده با چه متدی جلو رفته. حالا مثلا ممکنه بدونیم کی رانش کرده ولی نمیدونیم با چه متدی جلو رفتن، مثلا چقدر هزینه هاش بوده، چالش هاش چیا بوده، اینکه در نهایت به اون هدفی که می‌خواستن رسیدن یا نرسیدن، کارا بوده یا نبوده. و این چیزیه که باید توی پروسه مانیتورینگ بهش توجه بشه. میریم جلوتر، میرسیم به evaluation. تعریف evaluation رو حالا من بخوام بگم، توی این اسلاید یه تامزاپ من قایم کرده بودم کسی نمی‌دید. این در مرحله لجند بود، هیچ متوجهش نشد. خب عرضم به حضورتون که آره اینم evaluationه که در واقع مقایسه میکنیم اون چیزی که داریم رو به صورت خاص و سیستماتیک می‌کنیم، اون در واقع دستاوردهای اون فعالیتمون رو مقایسه میکنیم با چیزی که براش برنامه‌ریزی کرده بودیم و انتظار داشتیم. در واقع تمرکزمون رو میذاریم روی کارایی، روی اثرگذاری، روی چی بهش میگن مرتبط موندنش و اینکه ساستینیبیلیتی که میشد فکر کنم ثبات. در واقع به این چیزا باید توجه کنیم و اینکه اون تأثیرش رو در واقع توی evaluation، اون عمق تأثیر، اون به قولی وسعت تأثیر و اون پایداری که تأثیری که ما گذاشتیم رو باید بیم و evaluate کنیم و بدونیم که چیا بودن. اینجا یه اسلاید، توی این اسلاید اومدیم درباره تفاوت evaluation و تفاوت در واقع مانیتورینگ صحبت کردیم که evaluation خب میشه در واقع ارزیابی ارتباط پروژه، ارتباطش، اثر بخشیش، کاراییش، دیگه این که تأثیر خاص اون پروژه، اینا رو میایم بررسی میکنیم اینجا. بعد دیگه عرضم به حضورتون که اون درس هایی که از پروژه گرفتیم، همون بحثی که در خصوص داکیومنت کردن گفتم، اون درس هایی که ما از پروژه گرفتیم رو میایم اینجا می آموزیم و سعی میکنیم که به بعدی ها انتقال بدیم و در نهایت سعی میکنیم که پاسخگو باشیم، اکانتیبیلیتی رو میایم و جا میندازیم توی اون سیستم. مورد بعدی مانیتورینگه که حالا بخوایم مقایسش کنیم. تجزیه و تحلیل خب آنگوینگ، یعنی در طول پروژه اتفاق میفته و پیشرفت‌ها رو بررسی میکنی، اقدامات اصلاحی اگر نیاز باشه اینجا بررسی میشن و برنامه‌ها رو بر اساس اونها بروز میکنیم. فکر کنم دیگه آخرای اسلایدامه. بریم جلوتر. آره اسلاید بعدی هم که خب در خصوص اینه که عرضم به حضورتون که یه نفر ریز هند کرد، من نمیدونم کیه، صحبت کنم.
آقای دکتر در مورد مانیتورینگ و در واقع اولویت کردن، اون ارزشیابی آخر پروژه رو شما اولویت در نظر گرفتین دیگه، چون آره. خود مانیتورینگ هم آخه خیلی وقتا با ارزشیابی کوچیک انجام میشه. ببین مسئله اینه، به مثلا خاطر ما یه پروژه ران کردیم تو ایمسا ایران، باز دوباره این تامزاپ هم کسی ندید. ما یه پروژه ران کردیم تو ایمسا ایران و این پروژه در واقع مدرسه ساکنان سلامت روان. خب این پروژه تقریبا حدوداً 1.5 ماه است، 1 ماه هست، نزدیک 20 جلسه کارگاه. خب در خصوص یه پروژه حالت روانشناسی، روانپزشکی، یه چیزی اون مابین. و خب ما درباره مثلا شیوه مقابله و پیشگیری با موارد مختلف اورژانسایی که هستن، نمیدونم بحث خودکشی، بحث خشم، بحث شکست عاطفی و اینا میخوایم صحبت کنیم و هر کدومشون روی استاد میاد تدریس میکنه. خب ما یک در واقع ارزیابی داریم بعد از هر جلسه. خب یعنی بعد از هر جلسه ما در اختیار اون شرکت کننده‌مون قرار میدیم که آقا نظرت درباره این چی بود، این چطوری پیش رفت به نظرت، اگه چطور می بود بهتر بود، اگه که تو جای ما بودی چطوری تغییر میدادی پروژه رو، و اینکه اگه جای استاد بودی چطوری تدریس میدی. این موارد اینا میشه مانیتورینگ. خب و اینکه در واقع حالا مطمئن بشیم که اون دانشجویی که شرکت کرده اون مسئله رو فرا گرفته. یه مورد دیگه هست در خصوص اِوالویشن، اگه بخوام بهت بگم، ما خب یه پرتست گرفتیم از بچه‌ها و در نهایت در پایان هم یک پست تست خواهیم داشت. خب و اینها رو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم ببینیم که چقدر بچه‌ها به اون چیزی که ما مد نظرمون بود رسیدن. و حالا جدای از اون باز دوباره پرسشنامه هم داره که در نهایت اِوالویت می‌کنیم و جدای از همه اینها هم دوباره خود اون تیم کوردینیتوری که هستن، افرادی که این پروژه رو اجرا می‌کنن و ران کردن، در نهایت فکراشون رو روی هم دیگه خواهند ریخت، برین استورم بعد از پایان در واقع پروژه و در خصوص مشکلاتی که ما داشتیم با هم دیگه بحث می‌کنیم و اونها رو میایم داکیومنت می‌کنیم. این میشه اِوالویشن. حله جا افتاد مسئله؟ خواهش می‌کنم. خب اینم در مورد اینه که چطوری میتونیم مانیتور کنیم و چطوری میتونیم اِوالویت کنیم. حالا من دیگه خیلی به اینا نمیپردازم، مثلا مکانیزم فیدبک چیه، نمیدونم ایندیکیتورها رو چطوری باید تنظیم کنیم، نمیدونم بیسلاین اسسمنت رو چطوری باید تنظیم کنیم. اینا خودش هر کدوم میتونه یه جلسه باشه و اینا رو میذاریم برای جلسات بعدی. فقط عناوینشون رو داشته باشید، بدونید که چی ان و همین دیگه. بچه‌ها خسته نباشید. اینجا پرسش و پاسخ، اگه که فکر می‌کنید الان سوالی دارید میتونید بپرسید. اگر که در واقع اینا هم راه ارتباطی با منه، اون آیدی تلگرام منه، این ایمیل منه، اگر که سوالی داشتید باز میتونید بپرسید و من در خدمتتون هستم. حالا یکی دو دقیقه حالا ما در خدمتتون هستیم، یک نکته‌ای هست بگو. آقای دکتر خدا قوت، خسته نباشی. میگم اگر ممکنه این فایل رو توی اسکیمت فامیلی بارگذاری کنی خیلی ممنونت میشیم، استفاده کنیم. والا قرارمون بر این بود که حالا من با بچه‌ها که صحبت کردم گفتیم که فایل‌ها رو بارگذاری نکنیم. چرا؟ چون که خیلی از بچه‌ها اگه مطمئن باشن که فایل بارگذاری میشه اصلا جلسه رو شرکت نمی‌کنن. خب ولی خب من حالا فایل رو میذارم چشم، ولی دیگه جلسات بعدی رو بقیه بچه‌ها حالا حواسشون باشه که دیگه فایل رو احتمالاً بارگذاری نکنیم و صرفا بتونن حضور داشته باشن، یا اینکه بعد یه مدت مثلا برن از تو کانال یوتیوبمون فیلم‌ها رو ببینن. این از این و خیلی ممنون که اومدید و خیلی ممنون که توجه کردید. حالا من دوست داشتم که اشاره کنم یه بخشی از این در واقع تدریسی که من داشتم رو فکر کنم اگه اشتباه نکنم عبدالله تدریس کرد توی مجمع جهانی IFMSA و من دوست داشتم که اسمش رو ببرم و چون یه سری حقوق معنوی داره بالاخره اون هم، و حالا از اینجا ازش تشکر کنم. قطعا اینو که نمیبینه ولی خب دوست داشتم که اسمش پایان این جلسه بیاد. همگی خسته نباشید. خیلی خوشحال شدم که امشب در خدمتتون بودم. اگر که نکته‌ای داشتید در واقع همون اِوالویت کنیم، راه‌های ارتباطی منو که دیدید، من خوشحال میشم که اگه فیدبکی داشته باشید به من بدید که توی اون پرسه اِوالویشنمون بیایم و این رو دخیل کنیم. خسته نباشید.